سرخط مهمترین ها: استقبال از موقف گیری اخیر بریتانیا. وزارت امور خارجه تاکید دارد که صلح و ثبات در افغانستان و تعامل مثبت با امارت اسلامی به نفع منطقه و جهان است. په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی. خواست رئیسان جمهور ایران و قزاقستان. ابراهیم رئیسی و همتای قزاقستانیش از امارت اسلامی میخواهند تا حکومت همشمول و فراگیر شکل دهند. در کشور افغانستان دولتی فراگیر باشه که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه‌های سیاسی. میزبانی ازبکستان از نشست اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان. در این نشست هیئت از افغانستان بر رهبری متقی نیز دعوت شده. دیدار دو دیپلمات ارشد آمریکایی و اروپایی در مورد افغانستان. دو طرف در دیداری در دوحه بر نیاز کثرت‌گرایی در افغانستان تاکید کردند. سیستم و اداره قبلی پابرجا هیچ کارمندی منفق و از وظیفه خود حاضر نشده است. و تاکید جوزف بورل بر نیاز توقف جنگ در اوکراین. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین های خبر ساعت 5:30 با من ادریس فاروقی هستید. وزارت امور خارجه امارت اسلامی از موقف گیری اخیر بریتانیا استقبال کرده. بریتانیا روز گذشته در اعلامیه گفته که این کشور از هیچ کس از جمله اتباع افغان که به دنبال تغییرات سیاسی از راه خشونت یا از فعالیت‌های خشونت‌آمیز برای رسیدن به هدف‌های سیاسی در افغانستان فعالیت کنند پشتیبانی نمی‌کند. اما برخی آگاهان اعلامیه اخیر بریتانیا را نشان دهنده پشتیبانی کامل این کشور از امارت اسلامی می‌دانند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. استقبال امارت اسلامی از موقف گیری اخیر بریتانیا. وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفته که این وزارت از موضع بریتانیا مبنی بر عدم پشتیبانی از مخالفان مسلح دولت افغانستان و ترجیح تعامل با امارت اسلامی استقبال می کند. این وزارت صلح و ثبات در افغانستان و تعامل مثبت با امارت اسلامی را به نفع منطقه و جهان می داند. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریځ هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او د افغانستان له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی او افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی. این در حال است که بریتانیا در اعلامیه در پی خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده که این کشور از هیچ کس از جمله اتباع افغان که به دنبال تغییرات سیاسی از راه خشونت یا از فعالیت‌های خشونت‌آمیز برای رسیدن به هدف‌های سیاسی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند. در این اطلاعیه همچنان گفته شده که بریتانیا برای صلح و ثبات، ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و رسیدگی به نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت هیچ جایگزین برای تعامل عملی با دولت کنونی افغانستان نمی‌بیند و این کاری است که این کشور انجام می‌دهد. اکثر کسایی که در حکومت گذشته دارای پست‌های کلیدی بودند، اختیارات بی‌حد و حصر داشتند، طالب سازی کردند، نظام از داخل ضعیف ساختند. مثلا آقایان کرزی، آقایان موهب، اکمر و دیگرها شهروندان بریتانیا بودند، چون که طالب در زمانش بر اساس طرح و نقشه استخبارات خارجی بریتانیا موسوم به MI6 به وجود آمد و حالا در حقیقت علمی سیاست مخفی را دولت بریتانیا به سیاست علنی تبدیل کرده. یعنی این اعلامیه مستقیما حمایت دولت بریتانیا از طالبان نشان می‌دهد. با باور برخی آگاهان دیگر اما بریتانیا در تلاش عملی ساختن برنامه‌های آینده خود در افغانستان است. اکثریت سیاسیون افغانستان، اعضای پارلمان سابق افغانستان و خصوصا نظامی افغانستان در بریتانیا حضور دارند و سر از کار کردند و میخواهند یک برنامه را در افغانستان داشته باشد
در آینده بو خاطر پیش از پیش به لحاظ سیاسی ابراز نظر میکنه که ما در امور افغانستان مداخله نداریم از افغانایی که به تغییر در خشونت در راستای تغییر هستن حمایت نمیکنیم. این مطالب است که پشت پرده پلان اداره بریتانیا که عملی خواهد ساخت. بریتانیا در حال از تعامل عملی با امارات اسلامی سخن میگوید که تاکنون هیچ کشور امارات اسلامی را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. رئیسان جمهور ایران و قزاقستان از امارت اسلامی می‌خواهند تا حکومت همشمول و فراگیر شکل دهند که در آن نمایندگان همه اقوام، اقشار و گروه‌های سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید مشکلات منطقه را تنها مسئولان منطقه‌ای میتوانند حل کنند و حضور بیگانگان در منطقه نمیتواند امنیت ساز باشد. تشکیل حکومت فراگیر و همشمول خواست رئیسان جمهور ایران و قزاقستان. ابراهیم رئیسی و همتای قزاقستانیش خواستشان را از امارت اسلامی در تهران مطرح می کنند. این مقام ایرانی تاکید دارد که مشکلات منطقه را تنها مسئولان منطقه‌ای می توانند حل کنند و حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست. موضوع افغانستان نظر مشترکی وجود داره مبنی بر این که باید حتما در کشور افغانستان دولتی فراگیر باشه که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه‌های سیاسی و از همه اقوام. امارت اسلامی اما حکومت کنونی را همشمول می‌داند و تاکید دارد که مقام‌های پیشین قابل قبول مردم نیستند. اگر هدف از حکومت فراگیر کسایی باشه که در نظام قبلی و اداره قبلی بودن، آنها بک‌گراند خوب ندارن، برای ملت مقابل قبول نیست. ولی اگر هدفی باشه که اقوام مردم افغانستان شمولیت داشته باشه، شمولیت هست و کسایی که در راستای آزادی کشور قربانی دادن همه نماینده خود در نظام حکومت دارن، امید میره که تمام کشورها در این مورد تشویشی نداشته. وزیر خارجه هند هم در گفتگو با شبکه هندی CNBC گفته که اگر دهلی نو مطمئن شود همه چیز در افغانستان خوب پیش می رود، با این کشور تعامل دیپلماتیک را دوباره آغاز خواهد کرد. ما در یک دوراهی قرار گرفته ایم، اما نمی توانیم نظاره‌گر اشتباهات باشیم و کاری انجام ندهیم. ما سعی می کنیم از این معضل عبور کنیم. دلیل این که ما تیم را به افغانستان فرستادیم کمک به افغانستان بود. چنانچه ما روابط تاریخی داریم، ما به دنبال راه برای کمک به افغانستان هستیم. اگر به نقطه‌ای برسیم که از همه چیز مطمئن شویم، بله، تعامل با حکومت سرپرست خواهیم داشت و آن را انجام خواهیم داد. چین و روسیه هم این شرط گذاشتن و پاکستان و ایران. پس قزاقستان هم امی خط تعقیب میکنن. برای اینکه نمی ثبات در افغانستان میاره، افغانستان در سرحد خدادادش یک مملکت است از اقوام مختلف، باید همه اقوام و گروه طالبان نباشن، باید در صدر حکومت دیده شوند. این کشورها میخواهند که در افغانستان یک حکومت همشمول که تمام اقوام و مذاهب خود را شامل ببیند و تمام جناح‌های سیاسی در داخل حکومت باشد خواست نمودند. بیشتر اما امارت اسلامی تاکید بر اثرگیری پروژه‌های ناتکمیل هند در افغانستان کرده و میگوید که شرایط برای سرمایه‌گذاری این کشور در افغانستان را فراهم خواهند ساخت. عبدالعزیز کاملوف مشاور امنیت ملی ازبکستان به کابل سفر کرده و با مقام‌های امارت اسلامی روی چگونگی روابط دیپلماتیک دو کشور، وضعیت اقتصادی و سیاسی بحث و گفتگو کرده. آقای کاملوف از میزبانی نشست بین المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان در جولای میلادی در تاشکند نیز خبر داده. این مقام ازبکستانی گفته که در این نشست هیئت از افغانستان و چندین کشور دیگر نیز اشتراک خواهند داشت. امارت اسلامی میگوید برگزاری هر نشستی که در مورد تعامل با افغانستان باشد را استقبال میکند. گزارش از نوید صمدی. تا چند روز دیگر تاشکند میزبان نشست بین المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان خواهد بود. عبدالعزیز کاملوف در سفرش به افغانستان با شماری از چهره‌های امارت اسلامی در کابل دیدار و روی چگونگی روابط دیپلماتیک و وضعیت اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده است. مشاور امنیت ملی ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه
از وی خواست تا در نشستی که برای وضعیت اقتصادی و سیاسی در تاشکند برگزار می شود اشتراک نماید. تامین امنیت در کشورم وابسته به امنیت و ثبات افغانستان است. دولت ازبکستان آماده است برای تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی با حکومت طالبان کار کند و از همین رو ما آماده هستیم تا یک نشست بین المللی با اشتراک نمایندگان شماری از نهادها و کشورها به شمول هیئت از طالبان در تاشکند را برگزار کنیم. خاص استازي ښاغلي عبدالعزیز کاملوف د جولای په وروستیو کې په ازبکستان کې د دوی په کوربتوب د سیمې او نړۍ د هیوادونو او ادارو د لوړ رتبه استازو ترمنځ د جوړېدونکي سیاسي او اقتصادي کنفرانس په هکله له محترم متقي صاحب سره معلومات شریک کړل او پکې د ګډون بلنه یې ورکړه. آقای کاملوف روز گذشته پس از امیرخان متقی با عبدالغنی برادر معاون رئیس وزیران نیز دیدار کرده است. امروز ازبکستان می‌خواهد که در عرصه اقتصادی تجارتشان را با منطقه و جهان رونق بدهند. تنها مسیر مطمئن و کم هزینه برای ازبکستان افغانستان است. در عرصه سیاسی می‌خواهند که ظرفیت‌ها و توانایی‌هایشان را برای بازیگران مطرح جهان آمریکا و روسیه به نمایش بگذارند. به این خاطر دنبال دیپلماسی نوین و دارای برنامه و با محوریت افغانستان و کشورهای منطقوی هست. آقای برادر گفته که ازبکستان همواره در تأمین صلح افغانستان، رفع چالش‌های اقتصادی و اعمار پروژه‌های مهم نقش عمده را بازی کرده و خواهان ادامه آن با امارت اسلامی شده است. 7500 پروژه های انکشافی که قبلا از طرف بانک جهانی و یا کشورهای کمک کننده تمویل میشد اینا متوقف شدن و در این پروژه بیشتر از 100,000 افغان مصروف کار بودن. اگه این پروژه اثر گرفته میشه و یا در بخش دیگه در خصوص پروژه انکشافی و توسعه‌ای همکاری صورت میگیره بدون شک میتونه باعث اشتغال زایی شود و مشکلات بیکاری و فقر در کشور به شک نقطه پایان بگذاره. همزمان این مقام ازبکستانی با سرپرست وزارت امور داخلی کشور نیز روی چگونگی تأمین امنیت پروژه هایی که قرار است در افغانستان عملی شود بحث و گفتگو کرده است. زه د ټولو ګاونډي ملکونو زموږ هیله هم دغه دی چې د افغانستان په جوړونه کې د افغانستان په دغه اقتصادي بحران د منځه وړلو لپاره که چیرې موږ سره مثبت اقداماتو کې او د دوستۍ د ګاونډیتوب خلاص وړاندې کې. پس از سقوط جمهوریت ازبکستان از جمله کشورهایی است که روابط خود را با امارت اسلامی حفظ کرده و دو طرف در جریان 10 ماه گذشته بارها روی مسائل اقتصادی و ترانزیتی گفتگو کردند. از روز جهانی پناهنده در کابل بزرگداشت شد بر بنیاد گفته‌های نماینده دفتر مهاجرت ملل متحد. افغانستان سومین کشور است که بیشترین پناهجو را در جهان دارد. امارت اسلامی هم از نهادهای جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد خواسته تا برای بازگشتاندن پناهنده‌های افغانستان با امارت اسلامی همکاری کنند. ایمل سیار گزارش می‌دهد. 20 جون روز جهانی پناهنده در نشست از این روز در کابل بزرگداشت شد. افغانستان با داشتن بیش از 7 میلیون پناهنده در جهان سومین کشور است که بیشترین پناهجو را در جهان دارد. بر بنیاد گزارش دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد از سال 2002 به این سو 5.3 میلیون تن از شهروندان افغانستان به خاطر جنگ ها بیجا شدند. از سال 2002 به این سو افغانستان 5.3 میلیون پناهنده در ایران و پاکستان و دیگر کشورهای جهان دارد که از سوی دفتر مهاجرت سازمان ملل برایشان تسهیلات فراهم آورده شده است. بر بنیاد این گزارش 58% مردم افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز دارند که از این میان 24 میلیون تن را گرسنگی حاد تهدید می‌کند. بر بنیاد گفته‌های وزارت مهاجران تاکنون 7 میلیون پناهنده در بیرون و 3 میلیون به جا شده در درون افغانستان به ثبت رسیده است. په تیرو 20 کلونو کې د امریکا او ناتو یرغل جګړو او ظلم او مافیایي نظام له امله زیات شمېر افغانان مهاجر او هم د هېواد په داخل کې بې ځایه شو چې اوس مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په نورو هېوادونو کې مهاجر او تقریبا 3 میلیونه د هېواد په داخل کې بې ځایه شوي لرو.
امارت اسلامی هم از یونما و دیگر نهادهای جهانی خواسته تا در راستای بازگشت پناهندگان در چارچوب قانون همکاری کنند. اسلامي امارت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د هغوی د بیرته هېواد ته د راتګ په برخه کې د قوانینو په رڼا کې سهولتونه ایجاد کړي او په دې برخه کې لکه څنګه چې په تیر کې همکاري کړې لا هم اضافه کړي. برخی آگاهان بر این باورند که برای بازگشت پناهنده ها باید گام های عملی برداشته شود و روی ساخت زیربناها، فراهم آوری سهولت ها و اشتغالزایی تمرکز شود. دو دیپلمات ارشد آمریکایی و اروپایی در مورد افغانستان گفتگو کردند. فرستاده ویژه آمریکا برای وضعیت حقوق بشر افغانستان و سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیداری در دوحه بر نیاز کثرت‌گرایی در افغانستان تاکید کردند. امارت اسلامی هم میگوید تمام قوم‌های افغانستان در حکومت سهیم هستند. در این مورد هم ایمل سیار. دیپلماتان ارشد آمریکایی و اروپایی در دوحه در مورد مسئله‌های افغانستان گفتگو کردند. وون برند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت گفته که با فرستاده ویژه آمریکا برای وضعیت حقوق بشر افغانستان گفتگو داشته است. ما باید حکومت از حالت نگران به حکومت مستحکم باید انتقال بدیم. یک چیزی از حق مبرم مردم افغانستان است و ما نمیتونیم که یک نظام نگران ایدن، چرا که در لحاظ حقوقی حکومت‌های نگران که است اینا مراوده و قراردادهای بین‌المللی کردن نمیتونن. بسیار مسائل داخلی کشور است که در او تصامیم گرفتن نمیتونن. آقای برند همچنان گفته که نیاز به کثرت‌گرایی در افغانستان محور گفتگویشان بوده. گفتگوی سازنده با خانم امیری در دوحه داشتیم و در مورد نیاز به مشارکت بیشتر در مورد کثرت‌گرایی و نمایندگی با همه افغان‌ها گفتگو کردیم. امریکا و انگلستان که نمیخواهد در افغانستان بار دیگر آشوب برپا شود و از او خاطر مطابق به برنامه امریکا و انگلستان که در کیف راه انداختند میخواهد که افغانستان از این بابت نشود که در دست امریکا و چین و هند و ایران بفته. امارت اسلامی هم میگوید تمامی قوم‌های افغانستان در حکومت سهیم هستند. بعد از آمدن امارت اسلامی سیستم و اداره قبلی پابرجا که هیچ کارمندی منفک و از وظیفه خود عزل نشده است و همچنان در سطح رهبری کدام تغییری که آمده هم از تمام اقشار و اقوام کشور در او سان دارد. ایجاد دولت فراگیر پیش شرط مهم بیشتر کشورهای جهان برای افغانستان است و بارها در این مورد انتقادهای روشن مطرح شده، اما امارت اسلامی پیوسته گفته حکومت سرپرست افغانستان فراگیر است. حال هم در مهمترین های جهان تاکید جوزف بورل بر نیاز توقف جنگ در اوکراین. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته به منظور جلوگیری از بحران جهانی غذا و گرسنگی نیاز بر توقف جنگ است. اجرایی شدن حکم اعدام عامل حمله به 3 روحانی در مشهد. شخصی که در ماه رمضان به 3 روحانی با چاقو حمله کرده بود اعدام شده است. همچنان آزمایش یک سیستم رهگیری موشک زمینی. وزارت دفاع چین هم گفته که این سیستم دفاعی بوده و هیچ کشور را تهدید نمی کند. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که جلوگیری از خروج غله‌ها از اوکراین جنایت جنگی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر نیاز توقف جنگ به منظور جلوگیری از بحران جهانی غذا و گرسنگی تاکید کرده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران در مورد یورش نظامی روسیه بر اوکراین گفته که مشکل اصلی منازعه در اوکراین تمایل امریکا و کشورهای غربی برای گسترش نفوذ ناتو است. رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور قزاقستان در تهران گفته که در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی‌ها در صدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود از هیچ چیز دریغ نمی‌کنند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین نسبت به تشدید حمله‌های روسیه هشدار داده است. رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه در واکنش به بررسی نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمله‌های خود را بر اوکراین شدت بخشیده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داده که حکم اعدام عامل حمله به 3 روحانی در مشهد اجرا شده است. بر اساس گزارش ایرنا،
شخصی که در ماه رمضان امسال به 3 روحانی در حرم امام رضا در مشهد با چاقو حمله کرده بودند، امروز در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان ایرانی در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده است. فرد متهم عبداللطیف مرادی نام داشت و در ماه رمضان امسال در حرم امام هشتم شیعیان با چاقو به 3 روحانی حمله کرد که 2 روحانی جان باختند و 1 تن دیگرشان زخمی شد. و وزارت دفاع چین اعلام کرده که یک سیستم رهگیری موشک زمینی را آزمایش کرده که به هدف مورد انتظار خود دست یافته است. وزارت دفاع چین گفته که این سیستم دفاعی بوده و هیچ کشوری را تهدید نمی کند. چین در راستای یک طرح نوسازی جاه طلبانه توسط شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور تحقیقات خود را بر روی انواع موشک‌ها از موشک‌هایی که می‌توانند ماهواره‌ها را در فضا نابود کنند تا موشک‌های بالیستیک پیشرفته با کلاهک هسته‌ای افزایش داده است. بیجینگ پیش از این هم دست به آزمایش سیستم‌های رهگیری موشک زده بود که آخرین اعلام عمومی قبلی آن در فبروری سال 2021 و پیش از آن در سال 2018 بود. حال هم در مهمترین های ورزش امروز. رقابت‌های لیگ فوتبال 14 سال ولایت سمنگان با قهرمانی تیم روشن به پایان رسید. در دیدار نهایی این رقابت‌ها 2 تیم پامیر کارت صلح و روشن به رقابت پرداختند که این تیم در پایان با ضربه‌های پنالتی حریفش را شکست داد. خوشبختانه مسابقات امروز فاینال یافت. 2 تیمی که در فاینال راه یافته بودند بسیار جوانای خوب و ورزیده‌ای که در سطح 12 تیم راه اندازی شده بود از طرف کلاب پیروزی شاهد مسابقاتش بودیم. سن سالا گفتنی می است که باید ورزش کنم، ورزش به ضامن سلامتی انسان می باشد. مسئولان برگزار کننده هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد و استعدادیابی این رشته عنوان می‌کنند. هدف از این برنامه رشد جوانان و همچنان استعدادیابی هدف ما بود که ما در این برنامه خیلی جوانای و ورزشکارای مبارز، ورزشکارای متعصب و همچنان ورزشکارای خوب و ناب شناسایی کردیم. این رقابت‌ها با حضور 12 تیم از 1 ماه پیش در ورزشگاه فوتبال صلح این ولایت راه اندازی شده بود. رقابت‌های والیبال میدان وردک با قهرمانی تیم والیبال ملاخیل به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 5 تیم در ورزشگاه مرکزی این ولایت برای 1 روز راه اندازی شده بود که با قهرمانی تیم والیبال ملاخیل به پایان رسید. مسئولان برگزار کننده هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد ورزش والیبال و تشویق جوانان به ورزش می‌گویند. حال هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.